ویژه برنامه است که تقدیم یه ساعتی‌های بزرگوار میشه خب طبعا و قطعا هم ایرانی ها سری به کانال حسینی تیوی در یوتیوب میزنن. همینطور که مشاهده میفرمایید همیشه بهتون گفتم 150 نفر اولی که برنامه های ما رو میبینن به جز ریستارتی ها سازمان های امنیتی هن. یعنی پاشنه آشیل نشون داد که تمام افراد بسیجی هایی که فرماندهی دارن و سپاه و BBC اینترنشنال سلطنت طلب ها به سادگی اولین کسانی هستن که برنامه های ما رو گوش میکنن. که اگه من هر بار بخوام بعد از برنامه فیدبک برنامه رو که بالای 50-60 حالت در 50-60 وبسایت متفاوت با 50-60 تفکر متفاوت است ارائه کنم، میدونم که مخل آسایش ریستارتی ها میشه و ممد حیات غیر ریستارتی ها. به هر حال یک نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که شما ریستارتی ها یادتون باشه راز مهم جمهوری اسلامی رو من در یک جمله فاش کرده بودم. یعنی این که من وارد وایس آف آمریکا نشدم، رادیو فردا نشدم، آدمی به محبوبیت و معروفیت من که رفت بهتون گفتم که یک فردی که در واشنگتن دی سی بود یک جمله گفت آقای حسینی در جلساتی که هست همه میدونن که شما وایس آف آمریکا رو تکون میدی، اما هر وقت اسم شما میاد همه فرار میکنه. من نمیدونم مشکل اینها با شما چیه. نکته که خیلی عمیقه و شما ریستارتی ها باید بدونید اینه که کسانی که سعدی رو خونده باشن و تو عرفان و تصوف کتاب ها رو خونده باشن و گوش کرده باشن و اینا آلردی اینها سیاستمدارهایی هستن که میدانند، اما به مرور زندگیشون که میگذره سیاستمدارانی هستن که حالا میفهمند. سال 2011 من رازی رو فاش کردم که تمام اسرار این 50-60 سال بالاخص 45-6 سال گذشته فاش شده بود. یعنی هر چی که BBC تلاش کنه، عرضم حضور شما که من و تو، شبکه اینترنشنال، اصلاح طلب، اصولگرا، سازمان امنیت MI6، حتی FBI، اگر برگردم به سال 2011-12 میگن این آدم هر آن چیزی رو که تا 20 سال آینده میخواست اتفاق بیفته میدانست. ممکنه بگن نمیفهمید، بعضی جاها سیاست من تازه وارد سیاست شده بودن، اما قطعا همشو میگن که این مرد میدانست. 2011 من چی گفته بودم؟ 2012 در این تاریخ من اومدم یک راز مهم جمهوری اسلامی رو فاش کردم و اسم اون برنامه رو گذاشتم برنامه خامنه‌ای هاشمی. یعنی توضیح دادم که خامنه‌ای و هاشمی پشت پرده با هم طوری رفتار دو قطبی انجام میدن که 4 قطب وسط رو بکشن یا متحد کنن و قطبی از داخل نظام که سر برمیاره و قیام میکنه رو از بین ببرن. پس جنبش 88 جوابش تو 2012 بود، تو همین جمله من. جنبش 91 تو همین بود، 1401 تو همین بود. به جز جنبش 96 همه جنبش ها در همین بود. به جز جنبشی که الان رو افتاده، من ایرانی نیستم، من پارسی هستم، همش تو هم بود. چرا احمدی نژاد که گفت به خامنه‌ای فحش‌های رکیک داد، توهین کرد،
اولین رئیس جمهوری بود که درگیر شد، نرفت، جلسه نذاشت، قاطی کرد. چرا احمدی نژاد به حصر خانگی نرفت؟ جواب تو همین بود که 2012 گفتم. چرا خاتمی هیچ وقت وارد حصر خانگی نشد؟ جواب تو همین بود. چرا اون افرادی که اصلاح طلب واقعی بودن کشته شدن؟ جواب تو همین بود. چرا فروهرها، گروه‌های سیاسی، اندیشمندانی که بالا نیمچه اندیشمند نظر ریاست نیستن، همیشه هم بهتون گفتم، حتی فرخزاد یک شومن بود که ما گفتیم شومنه، در سیاست گاو بود دیگه، در سیاست گاو بود. یه بار سلطنت طلب شد، یه بار جمهوری اسلامی شد، یه بار مجاهد خلق شد، یه بار سیاستمدار به کسی میگه که از اول تا آخر یکیه، ایده هاش مشخصه. این اندیشمندک ها هم حتی کشته شدن، کار بدیه به هر حال، اندکی اندیشه داشتن، ولی همون اندکشون بسیاری دیگران بود. چرا کروبی و میرحسین رفتن تو هست؟ این سوال عمیق، همش در همین جمله بوده. ببینید بعضی جاها من کد دادم و همین خاطر ریاسارتی هایی که همشون باهوشن بیشتر دقت میکنن، به سادگی موضوع رو میفهم. و مثلا راجع به تلویزیون اینترنشنال، روزی که این تلویزیون اینترنشنال شروع شد فقط 5 دقیقه وقت داشت که ما نفهمیم مال کجاست. هر 5 دقیقه‌ای که خبر رفت ما دیگه فهمیدیم بهش مال کجاست. یعنی تلویزیون شبکه من و تو روزی که برنامه پخش کرد ما فهمیدیم که این به زودی حسن روحانی و اصلاح طلبها رو تبلیغ میکنه، ولی ملت گاو، یعنی سلطنت طلبها، بعدها فهمیدن. ما جام کردیم. برای همین یه بار بهتون گفتم من تا حالا هیچ وقت جام نکردم تو زندگیم. خیلی جالبه، در دنیای سیاست جهانی من هنوز جام نکردم. یعنی میگم واو چرا اینجوری شد. یعنی هر آن چیزی که در سیاست جهانی داره اتفاق میفته میدونستم، واو نداشتم. حالا بعضی جاش تو عرفان تصوف می‌دونستم، مثلا می‌دونستم ترام رئیس جمهور نمیشه، بار دوم این تصوفی می‌دونستم. شاید اگه نمی‌دونستم تو عرفان تصوف جام می‌کردم مثلا، ولی مشخص بود، یعنی معلومه. پس تلویزیون اینترنشنال هم همین شکلی بوده. شبکه من و تو مسیری که رفت تلویزیون اینترنشنال چجوری میشه فهمید؟ خیلی ساده است دیگه. تلویزیون اینترنشنال نظرش راجع به روسیه چیه؟ روسیه لجن، پوتین کثافت. اوکی. پوتین با عربستان چطوره؟ پوتین عربستان خوبه. عربستان با ترامپ چطوره؟ عربستان ترامپ هم خوبه. خب مگه میشه شبکه بالا عربستان باشه به ترامپ فوش بده؟ و این صبح که جلسه میذاره دامادش کشنر بالا میشه میره اونجا میگه آقای بن سلمان شبکه داری به بابا فوش بده، پدر خانم هم توهین کنی، مچشو میگیره. یعنی نشونه ها و فلش هاشون معلومه. پس اینجاست که من بچه بودم فهمیدم تا مرد، تا شبکه، تا زن، تا خائن، تا جاسوس، تا لجن، تا بیناموس، تا اصلاح طلب، تا اصولگرا، تا سلطنت طلب، تا گروه های سیاسی اپوزیسیونک ها، تا MI6، تا FBI، تا کاگبه، تا فرانسه و آلمان، تا چین سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. وقتی سخن گفت دیگه هر کی نفهمه احمقه. سعدی میگه تا این حرف را زده مردم ایران میتونن میگن ما گاو بودیم. وقتی احمدی نژاد حرف زد دیگه ملت ایران نمیتونن میگن ما گاو بودیم، نفهمیدیم، گاون واقعا. این درک همین یک جمله سعدی رو بچه بودم فهمیدم. یعنی بچه بودم فهمیدم که پشت هر کلام یک فوتونیه. یادداشت کردم، چون حافظه‌ام قوی بوده هیچ وقت رو کاغذ نیاوردم. من تمام شعرهایم که تو زندگیم تا حالا گفتم همون موقع که دارم می‌نویسم، حتی بعدها در موبایل می‌نویسم، همون موقع میزنم. اون موقع من فهمیدم تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد، یعنی اگر فردی سخن گفت و ای با هنرش نهفته بود، باز نشد، آشکار نشد برای مخاطب گابه. این ساده است دیگه.
مگه میتونه کسی شبکه من و تو رو ببینه و بعد از نیم ساعت نفهمی شبکه من و تو مال کجاست؟ این مادر قبه کجا پول گرفته؟ این بی‌ناموس سرش کجاست؟ میتونه. حتما گاوه. یا نفهم دیگه، یا کم شعوره. ذی شعور نباشه کم شعوره. پس باید تدریس بشه. و خداوند یه نفر فرستاد که برای ایرانی ها تا این سیاست رو به عنوان یک مدرس مهم در تاریخ سیاسی کشور ایران در طول چند هزار سال بتونه به زبان عامیانه برای مردم توضیح بده. و اون من بودم. تازه واقعا بدون غرور دارم حرف میزنم، میگم تنها فرد مثلا 1000 سالهای اخیر، بدون غرور. اگه بخوام تکبر داشته میگم مادر نزاییده مثل من. بدون غرور، صادقانه دارم حرف میزنم. پس هر کسی که گول حسن روحانی رو میخوره گاوه. هر کی رضا پهلوی رو دیده باشه تو 5 دقیقه حرفای مرتیکه رو گوش کرده باشه و سلطنت طلب باشه حتما گاوه. اصلا شک نکن. سعدی میگه اگر عیب و هنرش نهفته است چون حرف نزده. وقتی حرف زد جاکش رو نفهمیدی، پس تو عیب در تو که بی هنری. تو مخاطبی هستی که اینقدر گاوی که نفهمیدی این کیه. خیلی عمیقه. این بازی رو جمهوری اسلامی 45 سال تولید کرد. همین کار رو شاه هم تولید کرده. همین کار در طول تاریخ تولید شده. همش هم با فکر بوده. یعنی شاه اومد کتاب فارسی رو اول دبستان رو نوشت کتاب فارسی. ما اصلا فارسی نداریم. اصلا تنها کسی که میتونه حق داره به من بگه فارسی عربه. یعنی من میرم عربستان میگه سلام البلاد الفارس، میگم خیلی ممنون، یعنی میدونم که تشکر باید بکنم. هر کسی در جهان من میگه فارسی حتما مادر جنده است. حتما به قول برتولد برشت این بی‌ناموس تبهکار حقیقت رو میدانه و این کار میکنه. اصلا ما کلمه فارسی نداریم. پس چرا شاه میگفت کوروش؟ چون از کوروش نفرت داشت، چون از اسم پارس میترسید، چون از امپراتوری پارس نفرت داشت. به همین خاطر استانی درست کرد به نام فارس تا بنویسه وسط کتاب فارسی. چون اگه مینوشت فارسی یک بچه 5 سال، پنجم دبستان، سوم دبستان، چهارم دبستان به باباش سوال میگه بابا پارسی یعنی ما زبان ما پارسیه، یاد امپراتوری پارس میافتاد. برای همین شاه کرد فارسی که یاد پارس نیفتی. برای تخریب پارسی فارسی رو ابداع کرد و اسم استان گذاشت فارس. میگیم استان فارس کیه؟ میگه شیراز. میگیم شیراز که زبان شیرازیه، پارسی نیست. این مغلطه جهانی تولید شده. به همین خاطر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و سلطنت طلب‌ها و انگلیسی‌ها روی جمله من ایرانی نیستم و من پارسی هستم برای شمال یسارچی‌ها فاش شد. اما یه پاشنه آشیل دیگری است که ما تاکید کردیم تو برنامه قبل، هنوز شما انگشت روش فشار ندید. جایی که انگلیسی‌ها میترسن اینجاست که مردم ایران بفهمن که در بین دو گروه سیاسی وزارت اطلاعاتی و اطلاعات سپاه بازی خوردن. وسط اصلاح طلب یعنی سلطنت طلب و اصولگرا یعنی جمهوری اسلامی بازی خوردن. همش اینا رو مسخره کردن. یعنی همیشه جمهوری اسلامی، یکی از این افراد میگفتش که این کسانی که میبینید در خارج از کشور به نام اصلاح طلب هستن، اینها با حکومت مشکل پیدا کردن اومدن بیرون. کسی که با جمهوری اسلامی مشکل داشته باشه نمیتونه تلویزیون بزنه. معروف محبوب مثل من 86% نمیتونه. 20 ساله اصلا نمیتونه. اصلا نمیتونه وارد شبکه‌ای بشه.
ما مینیمم 250,000 سیاسی یا مخالف نظام داشتیم که اومدن پرونده سیاسی گرفتن، هیچ کدومشون وارد شبکه نمیشن. اصلا مدیر شبکه رو منو وارد میکرد تجاوزش میکرد، تجاوز میکرد همه بهش، تجاوز علنی. درس اول یادمون میره، اگر وارد شبکه‌ای شدی حتما سازمان امنیتی، حتما باید سفارش شده باشی، حتما باید سفارشنامه داشته باشی. من مخالف بودم شبکه خفه شو، جوک هستن. تمام کسانی که در خارج از کشور رسانه دارن و گروه سیاسی تشکیل دارن و پول میگیرن به جز مجاهدین خلق. تازه به مجاهدین خلق ما باید جدا کنیم، چون مجاهدین خلق در انقلاب سهم داشتن، جنگ کردن، فرار کردن، یعنی در قدرت فرار کردن. یاد باشه. ببین بنی صدر مال سازمان امنیتی نبود. چرا؟ چون بنی صدر زمانی که با جمهوری اسلامی درگیر شد فرار کرد. وقتی فرار کرد آیا شما صدای بنی صدر شنیدی؟ بنی صدر تلویزیون تونست بزنه؟ بنی صدر تونست بیاد بشین سخنرانی کنه؟ نه، آخر عمرش داشت میمرد، دو تا جمله میگفت، یکیشو بعدش به نفعش بود میگفتن. نمیتونی. مجاهدین خلق خود این همه پول دارن، خار مادر خودشون رو سرویس کنن، یه شبکه تونستن بزنن. اونم تازه کشورهای خارجی جلسه گذاشتن گفتن اگه به این یه شبکه ندی ممکنه یهو بمب بندازه وسط مجلس فلان جا. برای اینکه مجاهدین حمله نکنن بهشون یک شبکه به اینا اجازه دادن بزنن. اصلا بهش فکر نمی‌کنیم. ببین ترامپ و 2020 انداختن بیرون. در یک فقره کار دادگاهی در ایالات متحده امریکا 500 میلیون دلار ازش پول گرفت دادگاه. خب وقتی ترامپ 2020 اومد بیرون چرا شبکه نزد؟ یعنی نمیتونست رفت شبکه بزنه، نتونست. سوشال مدیا خوشو وا کرد، سرو وا کرد، حقیقت رو وا کرد و همونجا شروع که یاراشو جمع کردن. پس شما چرا نکردین این کارو؟ برای اینکه ما اصلا احتیاج داشتیم. ما تلگرام داشتیم، پلتفرمی من داشتم در اختیارم که جمهوری اسلامی نمیتونه هکش کنه، نمیتونه کاری بکنه که در داخل کشور داره پخش میشه دیگه. من احتیاج داشتم. ترامپ نداشت تلگرام منو زد تو آمریکا و نتونست کاری کنه. 500 میلیون دلار میتونست 5 تا شبکه بزنه نزدیک به فاکس. وارد شد گفت واو. یعنی داشتن پول کافی نیست. میلیارد دلار مجاهدین خلق پول داشتن، هیچ نتونستن. هاتبرگ هم جایی مجاهدین خلق قرار میدن که جمهوری اسلامی بتونه بزنه. یعنی اون موقع شفاف شبکه‌های وایس آف آمریکا، رادیو فردا، شبکه من و تو، شبکه همین اینترنشنال، شبکه‌های لس آنجلسی، شلوارهای زنان رو می‌کشیدن پایین، لباس‌های مردا رو در می‌آوردن، می‌رقصیدن، عرق سگی می‌خوردن و آینه پخش می‌شد. اینا پخش نمی‌شدن. این قانون جهانیه. بله من اصلاح طلب بودم، رفتم تو وایس آف آمریکا، حتما مادر جنده بود، اصلا نمیتونی خوبی باشی، اصلا حتما در نظام خوردی و وقتی می‌خواستی وارد وایس آف آمریکا بشی، وایس آف آمریکا گوشی برشه. آقای سپاه گفته بله، گفته آقای فلانی اومده میخواد تو وایس آف آمریکا بیاد، اجازه میدین؟ گفته بله. چرا این گروه رو فرستادن بیرون؟ برای اینکه استناد کنن به هم. مثل همین خانواده سلطنتی مادر قبه میگیم که چرا کوروش، منظور شما کوروش میگیم نبود چی بود؟ میگم استناد میکنیم به 60 سال پیش کتاب نوشته، محققی 70 سال پیش کتاب نوشته. میگیم مادر قبه 90 سال اسم پارس رو براش ایران کردید، خودتون کتاب نوشتین، خودتون تاریخ دادین بیرون، خودتون هم. چرا ما فارسی حرف میزنیم؟ چون استان فارس. میگم استان فارس که 90 سال درست شده و همش شیرازی حرف میزنن، استان فارس پارسی حرف میزنن. گفتم اصلا ما تو استان فارس پارسی نداریم مثلا حرف میزنه. خودشون کتاب نمیشن، تاریخ نمیشن، خوش استناد میکنن. الان همینطوری شده. جمهوری اسلامی میگه شبکه من و تو اینو گفت. شبکه مال تو مال خودشه، مال بخشی از خودشه، مال اصلاح طلباست. اینترنشنال به ما حمله کرد، اینو گفت. استناد خودش به خودش استناد میکنه، تو رو خراب میکنه.
تو ایرانی خود قاطی ریاستاتی ها نکن. از این شد فرمول. من 2011 باز کرده بودم، یک بازی احمقانه مسخره، مردم رو کشتن تو جنگ ها، وسط تظاهرات، چشم ها در اومد. دقت کن، 2 بار جمهوری اسلامی چشم در آورد، تجاوز کرد، تجاوز گروهی. پسرها رو میبردن 8 نفر 9 نفر بهش تجاوز میکردن. 2 بار این اتفاق افتاد. هر 2 بار پای عرفان تصوف وسط بود. بار اول که کروبی اومده بود، که کروبی کف، اصلا کروبی روزی که رفت تو هست تا 1 سال اول گیج بود. میگم من کروبی، مجلس، جمهوری اسلامی، اینا کیان؟ که بعد بودن تهدیدش نمی بچه‌هاش ترسوی بزدل وقت به خاتمی گیر میدن، خودشون بزدل‌ترن. بیار اسرار همین باباش تعریف کنه خیلی ها میفهمن. تهدیدش کردن، اومد بیرون گفت ببخشید اینا بردن پسر مردم تجاوز کردن که جونتون ترکیدم اصلا. یه بارم سر همین چیز دراویش بود، فکر میکنم دراویش بود، گلستان هفتم، چشمایی دراویش در آوردن، وحدت وجودی رو ریختن در آوردن. الان من چند تا آخوند نام ببرم که الان تو زندان این دارم بهشون تجاوز میکنم؟ چند تا نام ببرم؟ چند نفر بهت بگم که فقط اومده رو آنتن گفته درود بر مثنوی مولوی، درود بر مولانا، برو تجاوز کرده. نکته عمیق اینجاست، پاشنه آشیل رو فشار بده ریاست‌های عزیز. جیغ‌ها داره در میاد. این تنوری که الان شما روشن کردید دیگه نمیشه باش نون پخت. این تنوری که خود و نون و آرد و مغازه و کل شهر رو داره خاربادش سرویس میکنه. هیزم بریز، تفرقه رو تولید کن. یادتون باشه تنها کسی که حق داره خامنه‌ای رو برداره، رژیم رو عوض کنه، منم، فقط در کره زمین. چون من میخوام به ایرانی‌ها خدمت کنم، میخوام ایرانی‌ها رو به یه شعوری برسونم که از خریت خارج چن، پارسی شن. من در کره زمین حق دارم که یک بد و بردارم خوب بیارم. هر کی میخواد این بد و برداره، مادر قهوه بدتر از اینه. یعنی میخواد بد و برداره بدتر بیاره. برای همین یه بار من گفتم باور کنید بعدها همه کف میکنن. روزی که ما میخوام دادگاهی بکشیم این 2500 نفر رو، وقت به خامنه‌ای نمیرسید. اینقدر مادر قهوه توی خارج از کشور داخل کشور زیاده. خامنه‌ای تو صف اون ته. انگلیسی ها فرمول ریختن. راه نجات ما اینه که مثل قلتک رو انگلیس رد شد. توی برنامه هم توضیح دادم ریاست‌های بزرگوار. 50 نفر 100 نفر از ریاست‌ها ها از این 2000 نفر، البته بگم این 100 نفر خیلی 100 نفر مهمی هستند. اینها فقط برای نجات کشور و فهمیده کردن ایرانی‌ها حرکت نمی‌کنن. اینها اتفاقا ناجی ریاست‌ها هستن، یاد باشه. یعنی 100 نفر به نوعی دارن به ریاست‌ها کمک می‌کنن، چون این 100 نفر اولین فدایان این تفکرن که خیلی مهمه. 100 نفر از اینها دارن قربانی میشن تا 25 دسامبر لیدرشون تصمیم گیری کنه. که نکته عمیقیه. 25 دسامبر من به مجاهدین خلق دارم نگاه میکنم، به اصلاح طلبها دارم نگاه میکنم، به اصولگراها دارم نگاه میکنم، به رسانه ها دارم نگاه میکنم، به سلطنت طلبها دارم نگاه میکنم، به انگلیس و فرانسه و آلمان، به امارات متحده عربی، عربستان سعودی دارم نگاه میکنم، به اردن دارم نگاه میکنم، به مصر دارم نگاه میکنم، به رفتار ترکیه دارم نگاه میکنم، رفتار روسیه دارم نگاه میکنم، به رفتار چین دارم نگاه میکنم، رفتار دموکرات‌های آمریکا دارم نگاه میکنم، رفتار آلمان دارم نگاه میکنم، رفتار ایتالیا دارم نگاه میکنم، به رفتار ژاپن دارم نگاه میکنم. همه اینها جنبندیه
با تبلیغات محکم و قدرتمندی که شما دارین انجام میدین یک نتیجه گیری کلی میکنم. کل نتیجه توی یه جمله گفتم، من اگر بفهمم با 2000 نفر کشته کشور و رژیم عوض میکنم میام وسط. 2000 بشه 2100 اعلام میکنم، ولی 2000 بخواد بشه 3000 نمیتونم. شما یه سارتیا باید بدونید تمام توانتون الانه. 25 دسامبر خاموشه، چق بسته میشه اینجوری. چرا؟ چون به 3000 نفر برسه این کار نمیکنم. منطق منم درسته. فکر کن نیچه رو بفرستم بره شعار نویسی، مولوی با شمس بلندشن برن تراکت پخش کنن. دقت کن. ادیسون بفرستم به جای سیستم فلان بلندشه بره وسط داد بزنه تو مترو که ریستارت. نظامی گنجوی رو اون برفرستم، صغیر اصفهانی بفرستم وسط تظاهرات، خواجو کرمانی بفرستم وسط میدون شوش. درسته مردم جهان خر اینا هن، ولی اینا عضو کوچک ریستارت هن، عضو کوچکی هن. ریستارت یکی از اعضاش مولویه، یکی از اعضاش سعدیه، نیچه است، داستایوفسکیه، از کوچکشه، کوچک. و من الان جا فراخوان دارم میدم شمس تبریزی بره اونجا دیوار بنویسه. اصلا با ایرانی مادر جنده نشسته دستش دامنش بکشه پایین شراشو بکشه بالا. ایرانی که مثل سگ رو پاهای مولوی سعدی حافظه کونش حواس نمیدونه با اینا چجوری برخورد کنه، رژیم جمهوری اسلامی و سلطنت طلبا و تمام اصلاح طلبا حمله میکنه به مولوی و سعدی حافظ. عصبانی ان از این عظمت. آمریکا پرفروش ترین کتابش مال مولویه. اینا همه دستشون به چی تو خونه. من مولوی رو فرستم اونجا شعار نویسی کنم، بعد بگم 2000 تا حالا 3000 تا مولوی و سعدی و حافظ کشتشن. اصلا اینا رو ما بکشیم دیگه مردمی وجود نداره، کشوری وجود نداره بشش توش. کشور سرزمین پارس یه مولوی ببین افغان داره خوش جر میده، خاربوده خوش سرویس میکنه. برو ببین تو ترکمنستان چیکار میکنه. برو وسط آذربایجان اسم شاه اسماعیل کو صفایی بود بلند میشن. وقتی این مادر قبیله سلطنت رو واسه مسیج میزنه جاکش گوش نمیکنه. تو شاه اسماعیل 300 سال برای این مملکت حکومت کرد. قوای اسم کشور میذاش اردبیل. هم خاندان تصوفیش مال اردبیل بودن، هم خودش 300 سالش حکومت میکرد. چرا گذاشت پارس؟ مثلا کونه در خب فکر کن. ای کاش سرت تو کونه رضا پهلوی بود، من باور میکردم. تو سرت تو کونه خودته. وقتی کسی رضا پهلوی قبول داره سرش تو کونه رضا پهلوی نیست، سرش تو کونه خودشه. اون که اصلا کونی نداره، همه چیز رو هواست. سالها قبل ایالت‌های سرزمین پارس این سیستم بردن. و تو همین نشستی ببینی که مشرق نیوز چی میگن؟ تابناک چی نوشت؟ اینترنشنال گفته. بعد بگی چرا فوش میدی؟ اصلا ریاست من نمیدونم. برو از ایرانی سوال کن. آقا شما اینترنشنال نگاه میکنی؟ بله خب مادر جنده است که اصلا نمیدونم آدم خوبی باشه. شما همون با هم میشه ایرانیه. بگو اجازه میدین 5 دقیقه ساعت تو گوه میگه. بگو اجازه میدی یه دونه فیلم دارم سیاه‌سفیده هیچی پخش نمیکنه برفکه. 5 دقیقه با هم نگاه کنیم. میگه روانی هم نگاه کنم. از کوزه برون تراوت هر چی در روز یارو یه تاپاله گوهه که عاشق بخشی از اینترنشناله، بخشی از من و توی شبکه فارس نگاه میکنه، شبکه 1 2 3 4 نگاه میکنه به قول خودمون. حسینی هم توش نیست که بگیم آدم فریخته توش شبکه دیگه الان دیگه چیزی توش. این خودشه. پاشنه آشیل دوم اینه. پاشنه سوم آشیل اینه. کی جنگ ایران و عراق رو تولید کرد؟ سوال دوم. چرا رسانه‌های خارج از کشور نمیگن مرگ بر روحانی، مرگ بر هاشمی، مرگ بر خاتمی، مرگ بر پزشکیان؟ جواب سوال کن، جواب بده. من نمیفهمم. بگو. سوال کن ازش، میفهمم. میگه حتما با خودشونن.
به خدا به خر بگی میفهمه. حرکت کنید. ما 25 دسامبر تصمیم گیری میکنیم و من صادقانه ببینم با 2000 نفر شهید به قول دوستان کار رو تموم میکنیم، وسطم با تمام قوا باید این حرکت رو بکنید. جمهوری اسلامی هم ترسیده، دوباره 7 نفر گرفته، دوباره بشکن. بهترین فرصته. خارج از کشور این مشکل رو دارن الان، نه انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان، نه دموکرات‌های آمریکا هیچ کاری با من نمیتونن بکنن. تا ترامپ هست میشه. اگر سانسور من شکسته شد که تموم داستان، اصلا فراموش کنید. اصلا یعنی من به رسمیت شناخته شدم، اصلا فراموش کنید، اصلا دیگه هیچ کاری شما نمی‌خواید بکنید. بازی تموم شده است. ممکنه فردا اتفاق بیفته، نمیدونم. اما شما باید اینو بدونید، زمان درست در زمان و مکان مناسب باشید. مختصاتی که روش وایسادی مختصات تغییر رژیم و تبدیلش به امپراتوری پارسه. اگر قرار باشه رژیم عوض بشه، من اول نفرم که جلوش وای میستم، نمیذارم. اگر رژیم قرار تغییر کنه، عوض بشه، ما بیایم، یه سارتیا بیان، منم مهم نیستم، اوکی، کمک میکنم. پس یادتون باشه زودتر از من حرکت نکنید، دیرتر از من حرکت نکنید. ببینید آخرین جمله رو بگم که خیلی مهمه، چون این برنامه فقط مخصوص شماست روی سارتیای عزیز. ببینید ما تو این حرکتی که داریم انجام میدیم نباید جوری به سپاه و به بسیج و به خامنه اینا حمله کنیم که ضعیف بشن، چون ما تنها کسی که اینا میتونه نابود کنه، ضعیف کنه ماییم، و کاری کنیم که اصلاح طلبها قوی شن. ما نباید نواشیش تکرار شه. ما طوری به اینها با روشی که من دارم میگم طوری داریم به اینا حمله میکنیم که اینا ضعیف بشن و عصبانی میشن، به اینا فشار بدن میدن، اینا رو میکشن. این مشکل اصلاح طلبها الان اینه. اصلاح طلبها تموم شدن. اگه ببینی روحانی میاد اینجوری عربده میزنه، حرفای بد میزنه، یا شبکه اینترنشنال اینجوری جیغ میزنه، برای اینکه میگن نکنه فراسون ما رو بکشن. پای انگلیس قطع شده. ما باید تشویق کنیم جناح راست رو، برای اینکه بزنه خار مادر انگلیسی‌های داخل و جاسوس در جناح چپ رو سرویس کنه، و باید کاری کنیم که جناح چپ نتواند بر اسب مراد ما سوار شود. یعنی طوری این چالش ها باید قشنگ انجام بشه که اینا هر وقت خواستن سوارشن، متن‌ها رو میخوام واسه بخونم دوباره. میخوام الان موبایل بردارم متن‌ها اینا رو ببینیم این نقاط فکر اینا کجاست. نباید بزنیم سوارشن. و این تفقه رو باید ادامه بدیم. پس زودتر از من حرکت نکنیم. دیگه هم دنبال اینا این ریاستیه نیست. این شبکه‌ای ما رو زد یا نزد. اصلا از این واجب گذشتیم. همه با هم. درسته من جلوی شما هستم، ولی ما پروانه‌ای خواهیم شد که از کرم ابریشم تولید میشیم، نه کرم مقعد. اپوزیسیون ها و جناح‌های سیاسی کرم مقعدن، همدیگه رو باید بخورن تا رشد کنن و همدیگه رو میکشن تا بمونن، همدیگه رو خارمادشون سرویس میکنن، مردم میندازن وسط تا دوام بیارن. ما کرمی هستیم که خارج از این محدوده ایم، کرم ابریشمیم. پس تا پروانه شدن فاصله ایمان دگردیسی است. آن چیزی که همکنون در حال اتفاق افتاده است. بدرود.